مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 18 اپریل سال 2024 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی از آشکار شدن باز یک مورد قتل خویشاوندان نزدیک خبر داد. اما اگر قبلا بیشتر درباره قتل همسران از جانب شفهران خبرها به دست می رسید، این دفعه در نویه فردوسی شهر دوشنبه یک جوانزن مادر 3 فرزند شفهرش را کشته است. شهروند حمید و ستاره سال تولدش 1990 با 3 فرزند و شفهرش غلاموف منوچهر سال تولدش 1986 در یک حوله در کوچه منظم نویه فردوسی اجاره می نشستند. بنا به گزارش سراج‌الدین شکوری سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی دوشنبه، بین زن و شفهر در زمینه همدیگر نوفهمی همیشه مناقشه و به عمل می اومد. شب 23 مارس سال 2024 نیز منوچهر غلاموف در حالت مستی به خانه آمده با همسرش باز جنجال کرده است. ستاره حمیدووا که از جنجال های پیوسته شفهرش به جان آمده بود، این دفعه دیگر طاقت نکرده با کرد به بدن شفهرش ضربه زده است. در نتیجه منوچهر غلاموف به هلاکت رسیده است. خود ستاره حمیدووا گفت بین قفس سینه‌اش زدم، در جایش نشست و گفت که سرم گشته ایستاده است. بعد من به پهلو خواباندمش و به رویش آب زدم. سپس به یاری تاجیلی زنگ زدم. طبیبان آمدند و دیدند و گفتند که مرد است الکی. تفصیلات دیگر حادثه فاجعه‌ای در دست نیست. معلوم نیست که چه باعث جنجال مرگبار بین زن و شوهر شده است و کدام سخنی و رفتار شوهر زن را وادار کرده است که دست به کار بگیرد و به قفس سینه شوهرش بزند و آن هم در ماه شریف رمضان. در داستان نویه فردوسی نسبت به حمید و ستاره بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. تفتیشات ادامه دارد. به این جوانزن بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های عائلوی خبرهای زیاد به دست میرسند. در بیشتر موردها شفهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند. اما موردهای قصد جان شفهر کردن زنان در تاجیکستان حادثه خیلی نادر و انگشت شمارند. جامعه شناسان افزایش مناقشه‌های مرگبار عائلوی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نام می‌برند.